فصل 11. کم نیکی کنید. کم نیکی کنید. دنیا را تغییر دهید، حتی اگر این تغییر کوچک باشد. تفاوت ایجاد کنید و به دیگران کمک نمایید. به کسی آسیب نرسانید. همیشه به این فکر کنید که برای کمک به دیگران چی میتوانید بکنید. من طوری بزرگ شدم که فکر میکنم همین ما میتوانیم جهان را تغییر دهیم. من معتقد بودم وظیفه دارم به دیگران کمک کنم تا در کارشان موفق گردند. این بیشتر شامل حال افراد خانواده، دوستان و همسایگان در دهکده ها می شد. وقتی به دانشگاهی شبانه روزی رفتم، هنوز از خلاقیت برخوردار بودم. ایده‌های مفید داشتم. مطمئنم وقتی به رئیس دانشگاه نامه نوشتم که چگونه می توانیم دانشگاه را بهتر اداره کنیم، او حیرت زده شده بود. نامم را با این عبارت تمام کردم: بسیار خوشحال می شوم نظرات شما را در این زمینه بشنوم. هر پولی که از طریق پیشنهاد من صرفه‌جویی شود می تواند صرف برنامه بعدی من گردد. مدیر دانشگاه به حرفای من نخندید، مرا مسخره هم نکرد. بجای آن نامه را به من پس داد و گفت: بسیار خوب بود برنسون، آن را در مجله دانشگاه چاپ کن. بجای آن دانشگاه را ترک کردم و مجله خود را به راه انداختم. من این مجله را امکانیت دیدم برای دیگرگون کردن شرایط. وقتی من و خواهرم لیندی سعی می‌کردیم نسخه های مجله استودنت را در خیابان بفروشیم، فقیر به من نزدیک شد و تقاضای کمک کرد. من 1 دینار هم نداشتم، اما آنقدر مشتاق کارهای خوب بودم که پیراهنم را از تن درآوردم و به او دادم. مجبور شدم قبل از این که دستگیر شوم پتو، پشمینی معروفی کشمگیری، پارچه زفتی پشمین را میگویند، قرض بگیرم و آن را روی تنم بپوشم. شاید گاندی با چادری که دوری خود پیچید توانست برای تبلیغ نظراتش به سرتاسر هند سفر کند، اما پتوی من چنین تأثیری نداشت. یکی از راههایی که در آن سن و سال به دیگران کمک میکردم دایر کردن مرکزی مشاوره برای دانشجویان بود. ما از دانشجویان بهره گرفتیم که با دیگران رفتار دوستانه داشتند و مسئله را که بود حل میکردند. مجله سرانجام جایش را به شرکتی تهیه صفحه و بعد شرکتی هواپیمایی داد. بعد از آن هم شرکت‌های دیگر از راه رسیدند. من چند سالی را صرف ایجاد ویرجین کردم. باید کسب درآمد میکردیم تا خابوزی بانکی خود را بپردازیم، اما میخواستم خلاق باشم و در ضمن از کارم هم لذت ببرم. برای آن که از زمان خود بهره برداری درست کنید نیاز نیست همیشه در شتاب باشد. بیل گیتس، بزرگترین خیرخواه جهان، میگوید کارمندانش در مایکروسافت میتوانند 2 ساعت به فضا خیره شوند و ذهنشان را به کار گیرند. آلبرت اینشتین بدون قلم و کاغذ نظریه نسبیت را کشف کرد. او بعد از این نظریه‌اش کشف شد، او را مکتوب کرد. صادقانه بگویم من هم سعی میکنم در ذهن خود کار کنم و شاید به همین دلیل است که خارج از ذهن میخواهم دستهایم را به کار گیرم تا آنها را ورزش داده باشم. میگویند عشق به پول ریشی همین شیطنت هاست، اما لزوما این طور نیست. از پول میتوان به خوبی استفاده کرد. بزرگترین مؤسسات خیری جهان را ثروتمندان راه اندازی کردند. بعضی از این زنان و مردان ثروتمند از صفر شروع کردند. از پول میتوان استفاده خوب کرد، اما برای اینکه کاری خوب بکند لزوما نباید ثروتمند باشد. من و فرزندانم برای پیشگیری و مبارزه با گرم شدن زمین در سرتاسر جهان تبلیغ میکنیم. راههای فراوانی برای کمک به مردم وجود دارد. یکی از کارهای خوبی که میتوانید بکنید این است که به کسی آسیب و آزار نرسانید و این هیچ خزینه‌ای ندارد. وقتی 40 ساله بودم با شرکتی هواپیمایی بریتانیا به شدت درگیر رقابت بودم. شرکتی هواپیمایی ما در زمینه رتبه تجاری بهترین شرکتی سال انتخاب شده بود، اما برای تامین پولی مورد نیاز پیوسته در تلاش و رقابت بودیم. فقط ویرجین موزیک را سر پا نگه داشته بود، اما سایمون که ویرجین موزیک را اداره میکرد به نظر می رسید علاقه‌اش را به این کار از دست داده است. علتش این بود که میگفت شرکتی هواپیمایی ما را ورشکست میدهد. با خود نشستم و به زندگی گذشتم فکر کردم. از خود پرسیدم آیا باید به فعالیت جدید روی آورم؟ در ضمن زیاد کتاب میخواندم. چندین حالنامه جامعه را خوانده بودم. به ذهنم رسید که باید بیشتر کتاب بخوانم. یک روز با جان گفتم شاید به کالج بروم و در رشته تاریخ درس بخوانم و مدرک بگیرم. همسرم گفت
حتما دنبال دختران زیبا میگردی. آیا او درست میگفت؟ آیا من در بحرانی میان سالی قرار گرفته بودم؟ شاید. بعد به فکرم رسید بهتر است به جای اینکه بخواهم کار برای خودم بکنم، کارهای برای دیگران بکنم. فکر کردم میتوانم در زمینه سیاست فعالیت کنم. میتوانستم از مهارت‌های تجاری خود برای انجام برخی کارها استفاده کنم. یکی از این کارها مبارزه با شرکت‌های تولیدی سیگار بود. شاید بتوانم درمان برای سرطان پیدا کنم. شاید بتوانم به اشخاص فقیر و بی خانمان کمک کنم. کارهای زیاده بودند که برای رسیدن به حال بهتر میتوانستم بکنم. من در بقیه عمر این گونه فکر کردم. من معتقدم همین ما هرگاه باید زندگی خود را ارزیابی کنیم. آیا به هدفهای خود رسیده‌ایم؟ آیا کارهایی هست که میتوانیم آنها را کنار بگذاریم و انجام ندهیم؟ درباره دور انداختن کفش‌های کهنه و صندلی‌های شکسته حرف نمیزنم. منظورم این است که عادت‌های بد را کنار بگذاریم و ذهنمان را بی جهت محلول نکنیم. من معتقدم همه ما به جای احتیاج داریم که گاه به آنجا پناه ببریم. ورجینیا وولف نویسنده مشهور با اتاقی متعلق به خود اشاره میکرد، اما اینجا لزوما نباید یک اتاق باشد. باید جایی باشد که بتوانید به آن پناه ببرید و بدون اینکه کسی مزاحم شما باشد فکر کنید. وقتی برای اداره شرکت هواپیمایی ویرجین می جنگیدم، برای تصمیم گیری در این باره که چی باید بکنم نزد دریاچه راه می رفتم. باید تصمیماتی مهم می گرفتم. وقتی به بانک گفته بودم که شرکت ویرجین موزیک دستی کم $1 میلیارد می ارزد، بانک به من گفت که شرکت را بفروشم و وام بانک روی شرکت هواپیمایی را بپردازم. دو راه داشتم، یا شرکت هواپیمای ویرجین ایرلاینز را بفروشم یا ویرجین موزیک را. مشکل اینجا بود که فکر میکردم میتوانم هر دو را نگه دارم. فقط خواستم این بود که بانک اعصابش را کنترل کند. به ذهنم رسید تا وقت بانک بداند که ویرجین موزیک چه ارزشی دارد، مشکلی پیش نمی آید و آنها میدانند که باز پرداخت وام تضمین شده است. اما بانک ها بسیار محافظه‌کار هستند. آنها به من گفتند اگر ویرجین موزیک را نفروشم، از دادن وام بیشتر به من خودداری خواهند ورزید. نمی توانستم چی باید بکنم. ویرجین موزیک را دوست می داشتم و می دانستم که همچنان رشد خواهد کرد. ما به تازگی با The Rolling Stones و جانیت جکسون قرارداد امضا کرده بودیم و نمی خواستم با فروش ویرجین موزیک با آنها لطمه بزنم. آن روزی بارانی همچنان دوری دریاچه قدم می زدم و در این فکر بودم که چی باید بکنم. در این دوران نگرانی ماه آگوست سال 1990 عراق به کویت حمله کرد. در خبرها خواندم 150,000 پناهنده از کویت به اردن رفتند. من با پادشاه و ملکه اردن آشنایی داشتم. 2 سال قبل از آن، یعنی سال 1988، با ملکه نوری اردن آشنا شده بودم. او در یک برنامه تلویزیونی مرا به کره هوایی در سفر به دور دنیا دیده بود و از من خواسته بود به خانواده‌اش کره هوایی سواری را آموزش دهم. من کره های هوایی را با اردن فرستادم و با خانواده سلطنتی ملاقات کردم. فرزندان بسیار مؤدب و مهربانی داشتند. حمله عراق به کویت مشکلات بسیار برای حکومت اردن ایجاد کرد. من به شاه حسین و ملکه نور زنگ زدم و پرسیدم چی کمکی میتوانم به آنها بکنم. ملکه نور به من گفت که بررسی میکند و از نیازشان را به من در میان میگذارد. کمی بعد در همان روز ملکه با من تماس گرفت و گفت به پوشاک احتیاج دارند. او گفت که صحرا در روز بسیار گرم و در شب بسیار سرد است. این پوشاک ها در روز به عنوان سایبان و در شب به عنوان روانداز، روی پوش و پناهنده ها کمک میکنند. او اضافه کرد تا کنون چندین کودک خردسال جانشان از دست دادند. پرسیدم به چند عدد پوشاک احتیاج دارد و او جواب داد به 100,000 پوشاک احتیاج داریم، اما اگر تا 2 یا 3 روز دیگر این پوشاک ها به آنها نرسند 100 نفر جانشان را از دست میدهند. کارکنان ویرجین به کار افتادند و به همه جا زنگ زدند. 2 روز بعد یکی از هواپیماهای ما در مسیر اردن به پرواز بود و با حدود 40,000 پوشاک، مقدار برنج و دارو وارد آنجا شد. در بازگشت تعدادی از مردم بریتانیایی را که در اردن بودند به بریتانیا بازگرداندیم.
وقتی به بریتانیا رسیدم شنیدم که مدیر شرکت هواپیمای بریتانیا بسیار عصبانی است. او انتظار داشت از شرکت آنها تقاضای کمک می شود. در این زمان به دستور مدیر عامل شرکت هواپیمای بریتیش ایرویز تعداد پوشاک و لازمات دیگر برای اردنها فرستاده شد و من خوشحال بودم که بالاخره اقدام ما سبب شد آنها هم کار انجام دهند. چند روز بعد به اخبار تلویزیون در لندن گوش می‌دادم که صدایم روی صفحه تلویزیون ظاهر شد. او تعداد از انگلیس‌ها را به گروگان گرفته بود تا از آنها به عنوان سپرهای انسانی استفاده کند. به این فکر کردم که از من چه کار ساخته است. من یکی از کمترین غریبه‌های بودم که با ملک حسین رابطه داشتم و در ضمن او هم یکی از کمترین کسانی بود که صدام با او اعتماد داشت. شاید می توانستیم قبل از اینکه جنگ در بگیرد کار انجام دهیم. فکر کردم شاید صدام بخواهد گروگان‌های خود را به تجهیزات طبی وصل کند، یا شاید پادشاه اردن بخواهد به صدام حرف بزند و پیامی مرا به او بدهد. به ملکه نور زنگ زدم و از او پرسیدم آیا می تواند برای عملی شدن پیشنهاد من کمک کند. او گفت ریچارد به اردن بیا و شب با ما بمان و با پادشاه صحبت کن. من 3 روز در اردن ماندم و با ملک حسین صحبت کردم. او قبول کرد هر چه زودتر باید اقدام صورت گیرد. من نامه بسیار محترمانه برای صدام نوشتم. از او پرسیدم آیا حاضر است همه گروگان‌های خارجی در عراق را آزاد کند. برایش نوشتم که من هم متقابلاً به عراق پرواز میکنم و داروهای مورد نیازشان را برایشان میبرم و نامه را امضا کردم. آن شب بعد از صرف شام نامه را به ملک حسین دادم. او نامه را به اتاق مطالعه‌اش برد، آن را به زبان عربی ترجمه کرد و بعد خودش هم یک نامه شخصی برای صدام نوشت و آنها را به وسیله پیک ویژه به عراق فرستاد. دیگر کاری نداشتم که بکنم و به بریتانیا برگشتم. 2 شب بعد ملک حسین با من تماس گرفت. خبرهای خوش داشت. صدام گفته بود که گروگان‌های بیمار را همراه با زنها و بچه‌ها آزاد می‌کند، اما خواسته بود کسی از مقامات بلندپایه و رسمی سیاسی شخصاً به عراق برود و در تلویزیون از او اینها را تقاضا کند. من به سر ادوارد هیت نخست وزیر سابق انگلیس زنگ زدم. او شجاعانه قبول کرد و به عراق برود و این کار را بکند. قرار شد ادوارد هیت ابتدا 1 شب مهمان ملک حسین باشد و از آنجا به قبل حفظ ایمنیش به عراق برود. 1 روز بعد ملک حسین با من تماس گرفت و گفت که خبرهای خوب دارد و اضافه کرد که میتوانم عازم عراق شوم. او اضافه کرد که صدام به من خبر داد شما در امنیت کامل خواهد بود. احساس کردم که خودم هم باید بروم، زیرا علیرغم این که خلبانها و خدمی پرواز همشون برای سفر داوطلب بودند و ملک حسین هم به من خبر داده بود، اما میترسیدم صدام آنها را گروگان بگیرد. اگر هواپیما توقف میکرد ما بند میشدیم. من در این ماجرا در همه زمینه‌ها ریسکی بزرگ کرده بودم، اما شماری زیادی از مردم به من وابسته و متکی بودند. وقتی با گروگان‌ها عراق را ترک کردیم و سمت پرواز و ادوارد هیت به سلامت در هواپیما بودند، به اندازه خوشحال بودیم که تمام راه بازگشت را در هواپیما جشن گرفتیم. اما 1 نفر بود که خوشحال نبود. رئیس شرکت هواپیمای بریتیش ایرویز گفت ریچارد برنسون فکر میکند کیست؟ عضو وزارت امور خارجه؟ بعد از آن در دفترچه یادداشتم نوشتم انگیزه انجام این کارها چیست؟ 1 ماه پیش به شدت کسل بودم. به نظر می رسید دیگر هدفی را دنبال نمی کنم. 40 ساله شده بودم دنبال یک حرکتی بزرگ می گشتم. وقتی نوشتم را دوباره خواندم متوجه شدم که در مقام یک بازرگان می توانستم کارهای خوب و فراوان انجام دهم. عملیات نجات در عراق این را ثابت کرده بود. من همچون یک صاحب کار با اشخاص نامدار و رسمی مانند نیلسون ماندلا، ولادیمیر پوتین رئیس امروزی روسیه و شخصی ثروتمندترین به مانند بیل گیتس ملاقات کردم. در واقع بازرگانان و اشخاص بسیار ثروتمند در موقعیت بسیار ویژه قرار دارند. آنها می توانند با هر کس ارتباط برقرار کنند. یکی از امتیازهای بازرگانان در مقایسه با سیاستمداران ثبات و دوام آنهاست. از دوران 15 سالگی هم که شروع به کار کردم، نخست وزیران متعددی آمدند و رفتند، اما من هنوز کار خود را میکنم.